به جرئت میتونم بگم یکی از خوشمزه ترین غذاهایی بود که با بادمجون ترکیب کردم. حالا شما میگین چی صداش کنیم بهتره؟ بادمجون نقش مهمی رو تو این غذا داره، پس کبابش میکنیم که طعمش رو چندین برابر خوشمزه تر میکنه. همونطور که داغ پوستش رو جدا میکنیم و ساتوریش میکنیم. داخل ظرفمون پیاز رنده شده و آبگیری شده رو به همراه بادمجون ساتوری شده و گوشت چرخ کرده، جعفری ساتوری شده، آرد سوخاری، نمک، زردچوبه، پودر آویشن و فلفل، همه رو با هم مخلوط میکنیم و ورز میدیم. میذاریم 1 ساعت داخل یخچال تا استراحت کنه. این میشه مواد کتلت بادمجونمون. داخل دست فرم میدیم و توی روغن داغ سرخ میکنیم. این قسمت از غذا اختیاریه. شما میتونید همینطوری ساده با نون نوشجان کنید یا مثل من براش سس درست کنید و کنار پلوتون سرو کنید. برای سس هم گوجه پوره شده رو به همراه کره تفت دادم، کمی رو به گوجه و آب اضافه کردم. نمک، آب پوره یا آب نارنج و کتلت رو داخل سس میچینیم. بعد از چند دقیقه غذای ما آماده است.